و یفتح با پیران جلعاد روانه شد و قوم او را بر خود پیشوا و سرکرده تعیین نمودند. و یفتح همه سخنانش را به حضور خداوند در مصفا به زبان راند. و یفتح نزد پادشاه بنی عمون قاصدان فرستاده گفت: تو را با من چی کار است که نزد من آمده ای تا که با زمین من جنگ کنی؟ و پادشاه بنی عمون به قاصدان یفتح گفت: زیرا که اسرائیلیان وقتی که از مصر بیرون آمدند زمین مرا از ارنون تا یبوق و تا اردن گرفتند و اکنون آنها را به سلامتی برگردان. و یفتح باری دیگر نزد پادشاه بنی عمون قاصدان فرستاد تا که به او بگویند: یفتح چنین میگوید: اسرائیلیان زمین موآب و زمین بنی عمون را نگرفتند. زیرا اسرائیلیان وقتی که از مصر بیرون آمدند در بیابان تا بحر قلزم راه گشته به قادش رسیدند. و اسرائیل قاصدان نزد پادشاه ادوم فرستادند تا بگویند: لطفاً ما از زمین تو بگذریم. ولی پادشاه ادوم گوش نکرد و نزد پادشاه موآب فرستادند و او راضی نشد و اسرائیل در قادش ماندند. و در بیابان راه گشته زمین ادوم و زمین موآب را دور زدند و به جانب شرقی زمین موآب رسیده در آن طرف ارنون اردو زدند. ولی به حدود موآب ندر آمدند، زیرا که ارنون حدود موآب است. و اسرائیل قاصدان نزد سیحون پادشاه اموریان پادشاه هشبون فرستادند و اسرائیل به وی گفتند: لطفاً ما از زمین تو به مکان خود بگذریم. ولی سیحون به اسرائیل اعتماد نکرد که از حدود وی بگذرند. و سیحون تمام قوم خود را جمع آورد و آنها در یحس اردو زدند و او با اسرائیل حرب و ضرب نمود. و خداوند خدای اسرائیل سیحون و تمام قوم ورا به دست اسرائیل سپرد و به آنها شکست رسانیدند. و اسرائیل تمام زمین اموریان را که در آن زمین ساکن بودند تصرف کردند و تمام حدود اموریان را از ارنون تا یبوق و از بیابان تا اردن تصرف کردند. و الحال خداوند خدای اسرائیل اموریان را از پیش قوم خود اسرائیل به در رانده است و تو میخواهی آن زمین را تصرف نمایی. تا آخر آنچه را که خدایت خموش برای تصرف تو داده است تصرف نما. ولی هر کی را که خداوند خدای ما از پیش ما به در رانده است زمین ورا ما تصرف خواهیم کرد. و الحال آیا تو از بالاق ابن سیفور پادشاه موآب بهتر هستی؟ آیا وی با اسرائیل نزاع نمود یا با آنها جنگ کرد؟ در صورتی که اسرائیل در هشبون و دهاتش و در ارعور و دهاتش و در همه شهرهای اطراف ارنون 300 سال باز سکونت دارد، چرا در این مدت آنها را کشیده نگرفته اید؟ من پیش تو گناهی نکردم، ولی تو به من بدی کرده با جنگ به سر من آمده ای. پس بگذار خداوند داور امروز در میان بنی اسرائیل و بنی عمون داوری نماید. ولیکن پادشاه بنی عمون به سخنان یفتح که نزد او فرستاده بود گوش نکرد